10 فیلمی که باید تنها ببینید. حواستون باشه اگه با باباتون ببینید اول کولر رو خاموش میکنه، بعدم یه لگد نثارتون میکنه. بریم که شروع کنیم. فیلم شماره 1 ماجراجویی ساخته سال 2008. داستان دختریه که از رابطه جنسی با دوست پسرش راضی نیست و همه چی واسش عادی شده. این وسط سر و کله یه مردم پیدا میشه که با حرفاش باعث میشه این کلا بره تو فکر رو تصمیم بگیره از دوست پسرش جدا شه. اون میره با یه پسره که روانشناسه آشنا میشه و همه مدل رابطه‌های خاک بر سری رو با هم تجربه میکنن و کلی اتفاقای عجیب غریب که باید ببینید تا بفهمید. فیلم شماره 2 بچه‌های خوب ساخته سال 2016. داستان فیلم درباره 4 تا دانش آموز دبیرستانیه که از بچگی با هم دوست بودن و بعد از فارغ التحصیلی به این فکر میکنن که هیچ اشغالی نکردن و فقط درس خوندن و از همه فاصله گرفتن. واسه همین تصمیم میگیرن تا دانشگاهشون شروع شه عشق و حال کنن و هر جا دعوت شدن برن و هر کدومشون هم تو این مسیر یه اتفاقاتی واسش میفته و یه داستانی رو تجربه میکنه. فیلم شماره 3 ممنون به خاطر درد و دل ساخته سال 2012. داستان چند تا زن و مرده که برای ترک کارهای خاک بر سریشون توی کمپ جمع شدن و هر کدومشون به یه نحوی دارن تلاش میکنن که از این وضعیت خلاص شن. یکیشون به خاطر اینکه نمیخواد دوباره مثل قدیماش بیفته تو اون کارا، با دوست دخترش که تازه باش آشنا شده کات میکنه. یکی دیگه‌شون هر روز میاد کلاس و الکی میگه خیلی وقت کار خاک بر سری نکردم و خلاصه این ماجراها ادامه دارد تا جایی که بعد خودتون بقیه‌شو ببینید. فیلم شماره 4 چیزهای وحشی ساخته سال 2017. داستان درباره دختر جذابیه که بعد از فوت مادرش با ناپدری پولدارش داره زندگی میکنه، تا اینکه یه روز متوجه میشه ناپدرش یه دختر دیگه هم پس انداخته بود و تلاش این دوتا دختر برای به دست آوردن پول باباه از اونجا شروع میشه. اتفاقات فوق خاک برسری هم تو این فیلم میفته مثل بقیه فیلمایی که بهتون معرفی کردم، پس اینم از دست ندید. فیلم شماره 5 مثل آب خوردن ساخته سال 2010. داستان درباره دختر دبیرستانیه که واسه جلب توجه تو مدرسه الکی شایعه میکنه که باکرگیشو از دست داده و با پسرا تو رابطه است. بعد از این ماجرا میشه مرکز توجه همه دختر پسرای مدرسه و نقل مجلس میشه. از اون روز به بعد همه پسرا میان بهش پیشنهاد رابطه میدن که باهاش کار خاک برسری کنن و بماند که دردسراش هم از همونجا شروع میشه. فیلم شماره 6 ویکی کریستینا بارسلونا ساخته سال 2008. داستان درباره 2 تا دوست به اسم ویکی و کریستیناست که تصمیم میگیرن واسه تعطیلات برن بارسلونا. این 2 تا دوست از لحاظ رفتاری و شخصیتی کاملا با هم متفاوتن. اونا تو بارسلونا با یه نقاش معروف که تازه با دعوا و خشونت از زنش جدا شده آشنا میشن و نقاش هم جفتشون رو دعوت میکنه آخر هفته باش بیان برن شهر دیگه و با جفتشون بخوابه. حالا به نظرتون اینا قبول میکنن برن یا نه؟ برای فهمیدنش باید این فیلمو ببینید. لینک دانلود تمام فیلمایی هم که میذاریم تو کانال تلگراممونه که لینکش توی دیسکریپشنه. اونم حتما عضو بشین. فیلم شماره 7 پسر همسایه ساخته سال 2015. داستان پسر جوونی که عاشق زن همسایه میشه. نقش زن همسایه رو هم جنیفر لوپز بازی کرده. جنیفر یه معلمه، پسرم برای اینکه مخشو بزنه ازش میخواد بیاد معلم خصوصیش بشه. تو همین رفت و آمده پسر کارو در میاره و ترتیب خانم معلمو میده و میزنه نفت در بیاد. از فرداش هم ولکن نیست. هر روز میخواد بره سراغش باش بخوابه. اونقدر این کاراش ادامه داره تا اینکه جنیفر یه روز با دوستش نقشه میکشه که یه جوری از شر این پسر خلاص شه و ادامه داستانو خودتون باید ببینید. فیلم شماره 8 اعتیاد به فرزنو ساخته سال 2015. داستان درباره 2 تا خواهر که یکیشون لزبیانه، اون یکی هم اعتیاد به کارهای خاک برسری داره. پدر مادرشون ریدن نزاییدن. خواهر بزرگه یه مدت تو کمپ ترک اعتیاد این کارا هم بوده و تازه از اونجا اومده بیرون. اون 2 تا خواهر توی هتل به عنوان خدمتکار مشغول به کارن. خواهر بزرگه که معتاد به کار خاک برسری بود خیلی پرخاشگر و وحشی هم است و با همه بد رفتار میکنه. خواهر کوچیکه هم همش داره گنگکاری و خرابکاریای اونو پاک میکنه و ماله میکشه. خواهر بزرگه که مثلا تو ترک این کارا بود نمیتونه خودشو کنترل کنه و با یکی از مسافرای هتل کار خاک برسری میکنه و اتفاقاتی میفته که خودتون باید ببینید. فیلم شماره 9 پورتری خیالی از دایان ساخت سال 2006. داستان درباره یه زن شوهردار افسرده است که یه مرد مرموز میاد همسایه‌شون میشه. مرده بیماری داره که باعث میشه موهای بدنش به شدت رشد کنه. جالب اینجاست که زن جذب این مرده میشه تا جایی که کلا خونه زندگیشو ول میکنه و هر روزشو با این مرده میگذرونه. نیکول کیدمن یکی از بازیگرای این فیلمه. بیشتر از این دیگه توضیح نمیدم تا بریم سراغ آخرین فیلم این لیست. فیلم شماره 10 حریم ساخته سال 2022.
داستان یه زن سلطه‌گر که تم ارباب تور داره و پارتنر ثروتمندش که میخواد به رابطه‌شون پایان بده. کار زنه اینه که از آدمایی که تو سایت میان سراغش پول بگیره و بره باشون خاک برسری کنه و فانتزیای اونایی که دوست دارن برده باشن رو براشون پیاده کنه. تا اینکه یه روز زنه میفهمه مال و ثروت این پارتنرش تمومی نداره و واسش نقشای عجیب غریبی میکشه. این تاپ 10 در ادامه تاپ 10 قبلی ساخته شد، تاپ 10 بعدی هم تو راهه. پس پیشنهاد میکنم حتما فارسی تیوی رو سابسکرایب کنید، کانال دوممون فارسیکس رو هم حتما ساب کنید تا ویدیوهای باحال اون رو هم از دست ندید. به زودی با یه ویدیوی باحال دیگه برمیگردم. پس تا درودی دیگه، بدرود.